یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه امروز خیلی خوبه فردا دیگه دیره. دوست دارم زندگی رو روز یک شنبه روزیه که توی آلمان همه جا تعطیله و آدم ها میخوان بگن که آره ما هفته کاری سختی داشتیم، همش کار و کار، امروز دیگه باید ترن آف کنیم، دیگه مغزو میخوایم ابشالتن کنیم، دیگه هیچ کار نکنیم، فقط بمونیم. ولی موجیم که آسودگی ما عدم ماست. روز یک شنبه هم داریم میریم به سمت استخر و با 2 عدد از دوستان خوبی که جدیداً باشون آشنا شدم شنا کنیم و میدونی چی بیشتر از همه بهم حال میده؟ اینکه وقتی میری شنا کنی رو آب بخوابی، برعکس بعد کلت گوشات چون زیر آب هیچی نمیشنوی، بعد به آسمون نگاه میکنی، بعد خیلی رومانتیک و همچین خفن‌طور این حس، یه حس رهایی زیبایی به آدم دست میده. من اینو خیلی دوست دارم، به شما هم توصیه میکنم شنا رو توی برنامه‌تون بذارید اگر که مقدوره. از لحاظ وقتی که همیشه مقدوره، چون بالاخره آدم یه وقتی پیدا میکنه. اگر از نظر مالی مشکلی نباشه که کائنات رو سپاست، ما میتونیم که پول یه بلیط استخر رو بدیم. در این حد درسته که بحران انرژی است، اقتصاد آلمان به فنا رفته، ولی کائنات رو شکر استخر رو ما همچنان میتونیم بریم و میتونیم که گوش هامون رو زیر آب بگذاریم، روی آب دراز بکشیم برعکس. و این استخری هم که میرم یه استخر فوق‌العاده خفن و باحاله، روبروی ورزشگاه بی آرنا، ورزشگاه بایر لورکوزن. و این لورکوزن خیلی مولتی کالچورال شده جدیدن و بانوان زیبا از سراسر دنیا هم تو این استخر هستن، اما به چشم بد نه، بلکه به چشم زیبایی شناسی. همزمانی که داریم آسمون رو نگاه میکنیم و رو آب خوابیدیم، اگر چشممون بخوره یکی از این بانوان زیبا، به دیده زیبانگر یه نگاه خیلی مخفی و نامحسوسی میکنیم و این خودش باعث میشه که این ورزش جذاب شنا و اون آرامش داشتن روی آب یه کمی بیشتر هم بشه. چون مثل اینی که داری بعضی وقتا، البته بستگی به روزا داره، ولی بعضی روزا واقعا آدم حس میکنه توی موزه هنرهای معاصره، هنرهای طبیعی. به خاطر اینکه درسته که حالا توی روز یک شنبه آخر هفته ای که تو نه تعطیلات داری نه چیزی، نمیتونی بری موزه لوور یا موزه ونگوگ توی آمستردام، توی پاریس، ولی توی این استخر زیبایی بعضی وقتا، زیبایی بعضی از این بانوانی که توی این استخر حضور پیدا میکنن، اونقدر اون زیبایی یک سقف بالایی داره که تو احساس میکنی داری یک هنر زنده رو میبینی. و توی بهترین موزه های دنیا هم زیبایی اون چهره ها رو انقدر بالاست. شاید هنر، آثار هنری هم اونا رو نداشته باشه، بهترین آثار هنری توی اون موزه ها. و این خاطر که میگه لانا دل ری آهنگی داره، بانو لانا دل ری میگه که توی آهنگ اگه اشتباه نکنم Gods and Monsters، خیلی آهنگ خفنیه، مدت من قفلی زده بودم روش، میگه که Life imitates art، میگه که زندگی
هنر زندگی از هنر تقلید میکنه که از یک لحاظ درسته، بخاطر این خاطر که هنر باعث میشه که زندگی روح ما جلا پیدا کنه و اون زندگی جالب انگیز میشه، یعنی هنری میشه. منتها من این رو 50-50 باهاش موافقم. یعنی درسته که هنر، سینما، موسیقی، کتاب، اینا باعث میشن که آثار هنری اینا یه جایی فراتر از واقعیت میرن و از واقعیت هم زیباتر میشن، ولی توی واقعیت هم توی سبک رئالیسم زیبایی‌هایی وجود داره که هیچ موقع هنر نمیتونه بهش برسه. مثل بعضی از همین بانوان و زنان زیبایی که توی استخر میبینی یا این برامون بر، انقدر اون چهره ها بی‌نقص و روانی کننده است که تو شاهد یک اثر هنری هستی که هیچ هنر ساخت دست بشر نمیتونه به اون حد برسه. و من کائنات رو شاکرم که هفته پیش تونستم به وسیله اپلیکیشن تیندر یکی از این زیبایی های بی‌نظیر رو از فاصله بسیار نزدیک ببینم و باش چش تو چش بشم. دختری بود زیبا به اسم فریا، موهای طلایی، چشمای آبی رؤیایی، چهره‌ای بدون نقص، لب‌هایی به لطافت چی بگم، لطافت عجیبه. من خودم هم قوه هنری دارم ولی الان نمیاد میتونم لباشو به چی تمثیل کنم. یعنی لباش نمیشه مثال نزدنی بود لباش. انقدر طعم خوبی داشت، انقدر لذیذ بود که به هیچ چیز نمیتوان مثال بخشیدش. و واقعا نمیدونم اگر که زیبایی نبود، اگر که هنر نبود، اگر که لحظه های رویایی تو زندگی نبود، آیا ما به چه امیدی میخواستیم ادامه بدیم؟ یعنی زندگی ملال‌آور تکراری واقعا به درد نمیخوره. و من این روزها و هفته های سخت رو میگذرونم در حال حاضر، لحظه‌هایی که پر از کار و فشار و استرس. ولی خب هیچ مشکلی نیست، فشار و استرس خیلی هم خوبه. و این خاطر که زمانی که ایران بودم فشار و استرس اون موقع هم استرس بود، بالاخره مشکلات مالی، هزاران مشکلات مختلف. ولی الان فشار و استرس همچنان هست ولی فشار و استرس بهتریه. یعنی یک حدی از آزادی و خوشبختی رو شکر کائنات با تلاش دیوانه‌وار، به این خاطر که بسیار سخت مهاجرت و همتون میدونید اینو بهتر من، ولی یه حدی رو با تلاش دیوانه‌وار و نسبت اندیشی به دست آوردم و الان هم انقدر با آغوش باز و سمت فشار و استرس میرم، به این خاطر که فشار و استرس خوبه. زمانی که تو میدونی
توی مسیر درست هستی و داری یک کوچولو آنلاک میکنی مغزتو، قفل مغزتو باز میکنی یک کوچولو و good bear best never let it rest. اینو شاعر میگه که خوب، بهتر، بهترین، و این در واقع شعارشه و میگه هرگز رها نکنیم و هرگز موجیم که آسودگی ما عدم است. آرام نگیر، یکم بهتر شو و این باعث میشه کم زندگی جالب انگیز باشه و بالاخره همین که یک کاری کرده باشه و دنیاییه که we get what we deserve at the end of the day, hopefully, most of the time. Sometimes soon, sometimes late, but we're gonna make it. و خیلی 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 روزهای آینده رو دوست دارم. امیدوارم که اون روزها رو ببینم، روزهایی که فرهاد بتونه مسافرت کنه به دور دست ها و همش توی کشف و شهود باشه، تو کشف زیبایی ها و چیزهای جالبی که توی دنیا هست و شما هم مثل الان توی مغز من باشید و ببینید این لحظه ها رو هر جا که هستید. و منو یک دوست دیوانه شیدای سخت کوش که سعی میکنه مهربون هم باشه ببینید و امیدوارم که عمر بکنم کمی بیشتر و به این خاطر که اون روز داشتم فکر میکردم که من الان بالای 30 سالمه و این بالای 30 که میری مغزم من که مثل مغزم که مثل پسر 18 سال، یعنی از نظر انرژی و چه میدونم پایه بودن و همه چی مثل یه پسر 18 ساله 20 ساله، ولی و خب به خاطر همین راحت میتونم با همه کانکت بشم، هم با هم سن سالا خودم، هم با کوچیکتر خودم، هم با آدم 70 ساله هم کلام بشیم و مرجع ندارم و به نظرم از یه سنی به بعد، یعنی تا 20 اینا آدم یه حدی میرسه، بعد از اونجا فقط دیگه تجربه پیدا میکنه و باز مغزش آنلاک میشه، ولی تو همونی، خود تو همونه و همین خاطر آدم اگه مخصوصا با کودک درونش در ارتباط باشه و نخواد فیلم بازی کنه برای کسی، مخصوصا مهمتر از اون برای خودش، فاجعه است اگه کسی برای خودش فیلم بازی کنه که خیلی اینجوران متاسفانه و من اصلا درکشون نمیکنم. این خاطر که جامعه بهشون گفته باید فلان جور باشن یا بهمان جور باشن. به هر روی چی میخواستم بگم؟ داشتم فکر میکردم تا 18 که هیچی، به خاطر اینکه مخصوصا تو ایران بسته اینکه کجا دنیا آمده باشه که خیلی ها بالاخره یه خانواده معمولی بودن و چه میدونم یه سرگذشت معمولی داشتن، هیچ میری مدرسه چه میدونم خانواده بهت میگه چی به چیه، تو کتاب ها چقدر به ما دروغ گفتن، چقدر تو فیلم ها دروغ گفتن، اصلا درک درستی از حقیقت نداری، تا اینکه 18 سالت میشه، حالا میری دانشگاه باز کم کم میفهمی بیشتر و ببینی حالا چیا دروغ بوده چیا راست بوده، بعد میتونی فکر کنی تا یه حدی دیگه. البته من خدا رو شکر زودتر میتونستم فکر کنم تا جایی که یادم میاد. آره نمیدونم برای شما از چند سالگی شروع شد. من یادم 6-7 سالم، نه 6-7 سالم نه، اصلا 7-8 سالم بود، با ماشین که تو خیابون همیشه بابام رانندگی میکرد، مردم میدم میگفتم چجوری من الان کیم اونا کیان، یعنی تو مغز اونا چیه، یعنی از اون موقع به اینجور چیزا فکر میکنم. ولی خب بازم فکر خامه دیگه، همش تحلیل خیلی نمیتونی بکنی. و هر روی بزرگتر میشی میری دانشگاه،
رفتیم دانشگاه، بعدش هم سربازی هم رفتیم، حتی خدمت هم کردیم به مملکتمون و پاسپورتشو گرفتیم و بعدش هم مهاجرت کردیم به همین سادگی. یعنی خیلی زندگی نمیشه گفت مثلا 20 و چند سال اول زندگی، به این خاطر که بالاخره درسته مسافرت رفتیم تا یه حدی، درس خوندیم، ولی کاری که بتونیم تصمیمای زیادی نگرفتیم تا ما، تصمیما رو بقیه برامون میگرفتن و لازم نبود خیلی تا یه حدی. چرا مثلا انتخاب رشته کردی خسته نباشی، ولی قدرتمند هنوز نشده بودی تا اون حد، مثل یه جوجه بودی که باید دنبال جامعه و خانواده میرفتی چون هنوز مغزت آنلاک نشده بود، قفلشو باز نکرده بودی. اصلا مثل الان نبود که خوشبختانه الان خیلی بهتر شده و بچه‌ها این دور زمونه خیلی جلوان، خیلی دمشون هم گرم. و عجب چراغ قرمز ملسی و مشتی، یعنی 4 دقیقه اصلا اینجا ایستادیم. آره و الان تازه دیگه چه میدونم یه جوری شده که میتونیم یکم مسافرت کنیم و چندین ساله در واقع که آدم کار داره، خودش مستقله و 6-7 در واقع نشه گفت سن ما مثلا از وقت فکر میکنم میگم سن من الان مثلا 7 سال 8 سال باشه، چون از وقتی مثلا دیگه مهاجرت کردم و دیگه حالا کار چی بهش میگن کار خوبی داریم و حالتا اولا که کار خوبم نداشتیم هنوز، ولی خب برها سرتون رو درد نیارم. میخواستم بگم که آره 30 و چند سالمونه، مثلا 20 و چند سال اولش اصلا حساب نیست، اون که اصلا هیچ ول معطل بود. میشه گفت الان مثلا 10 سالم از نظر خودم میگم 10 سال، چون 20 و چند سال اول که هیچ صرف دانشگاه و سربازی و مدرسه چی به یاد داد، خودت کتاب بخون تا بفهمی چی به چیه با واقعیت چیه با فلان اینا، مهاجرت و زندگی تازه شروع شده. و همین خاطر من همیشه از کائنات میخوام که یه عمر عزتمندی ما بده، چند سبایی که بتونیم یک کم حالا زندگی کنیم تازه، به این خاطر که زندگی تازه شروع شده و من سودای دوردست ها رو دارم. دوردست ها خیلی مهمه که یه رؤیایی داشته باشیم که وجودمون رو بسوزونه و دنبالش بریم. رؤیا پردازی، رؤیا ای رؤیاهای دوردست، ما به سمت تو میایم.